بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام و درود خدمت همه شما همسفران در مسیر تاریخ زیبا و تاریخ با شکوه سرزمین خودمون، همراه با این کتابخانه بسیار زیبا و نویسندگانی که واقعا ستارگان درخشانی هستند در سرزمین فارس. نامآوران سرزمین فارس، این افراد با شکوه و شخصیت‌های پرفروغی که برای ما، برای آیندگامون، نه اینکه تنها مایه فخر هستند بلکه مایه درس، که فرزندان ما بدونن نیاکانشون چه انسانهای وارسته‌ای بودند و چه خدمات با شکوهی رو تقدیم می‌کردند به جامعه بشری. از امروز از شخصیت بسیار بسیار زیبارو، خوش هیکل و خوش اندام و با صفایی حرف میزنیم که متاسفانه یا تقدیر خداوند چنین بود که ایشون در جوانی، در 38 سالگی از این دنیا چشم بربندند و برند. با این وجود که در جوانی از این دنیا رخت بربستند، یک کارنامه بسیار خوبی دارند، کتابی دارند که مردم نمیدونن اسمش رو چی بذارن. همین که موندند گفتند آقا اسمش هست الکتاب دیگه، کتاب دیگه. وقتی میگیم کتاب دیگه کتاب ایشونه. یعنی اینقدر این کتاب در فن خودش بیمانند هست که هیچ کتابی رو نمیشه در تراز اون گذاشت و این مصدر و مرجع سرچشمه همه کتاب‌هایی است که در این فن نگاشته شده. بله، فن زبانشناسی، فن نگارش، فن اهتمام دادن به قواعد و مفردات زبان، زبانشناسی عربی، قاموس، نحو و صرف، بلاغت، اینها فنونی بود که در سرزمین ما نیاز بود که زیاد بهشون بها داده بشه، چرا که ما زبانمون به هر حال زبان عربی نبود و میخواستیم زبان عربی رو یاد بگیریم. زبان عربی زبان قرآن، زبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. واسه همین نیاز بود که ما بیاییم با عربی زیاد آشنا بشیم و وقتی هم که آشنا می شدیم، خب یک قانون و یک مرامنامه‌ای که هر زبان داره اون رو بنویسیم که آقا این قانون این زبان هست، این قانون زبان رو بیاییم یاد بدیم به دیگران، که دیگران، منی که زحمت کشیدم، این همه خستگی گرفتم تا تونستم به اصطلاح این زبان یاد بگیرم، یه راهکارایی برای دیگران بذارم که به سادگی یاد بگیرند. این نوجوان شیرازی ما، بچه ویزا از استان فارس، به هر حال میگن که در سال 148، یعنی همون در اواسط قرن دوم هجری به دنیا اومده، یعنی تقریبا اواسط قرن هشتم میلادی. ایشون از بس که آدم خوش چهره‌ای بودن، میگفتن مثل سیب میمونه و خیلی خوشبو و خوش هیکل و خوش اندام بودن. حتی مادرش در کوچیکی باش که بازی میکرد میگه بچه من بو سیبه و بوی سیب میده، واسه همین به اسمش رو گذاشته بودن، مشهور شده بود به اصطلاح به سیبویه. اسمش در حقیقت هست عمرو فرزند عثمان ابن قنبر حاری. مشهور هست، کسی به عمرو ابن عثمان رو کسی نمیشناسه، اما سیبویه به هر حال نام بسیار بزرگی است در تاریخ علم و اندیشه و به خصوص زبانشناسی و نحو و صرف یا قواعد زبان عربی. سیبویه این خب عموماً تاریخ تولد علما یه تاریخ تقریبی است. چرا؟ چون روزی که به اصطلاح اون نوزاد به دنیا میاد کسی نمیدونه که این فرداش
سیبویه میشه یا امام مسلم میشه یا بخاری میشه یا ترمذی میشه یا طبری میشه یا ابو ریحان بیرونی و ابن سینا و غیره میشه. خب اینه که به اصطلاح میگن که آقا فلانی 60 سالگی وفات کرد. تاریخ وفات غالبا دقیق هست، روزش رو هم میدونیم، به اصطلاح چه تاریخش رو هم میدونیم، چه سالی بود، چه ماهی بود، چه روزی بود، همه اینا. چون که وقتی که شخص وفات میکنه اون وقتیه که دیگه عالم دانشمند برجسته بزرگی شده و همه میشناسنش. خب بعد وقتی میگن که آقا در این قدر سالی 60 سالگی 38 سالگی وفات کرد، اون وقت دیگه میایم یه ضرب و یک به اصطلاح جمع و تفریقی میکنیم، بعد به چی تاریخ تقریبی ولادتش میرسیم. امام زبانشناسی یا امام نحو عمرو بن عثمان یا همون سیبویه خودمون در سال 180 هجری مصادف با 796 میلادی در بیضای شیراز چشم از این جهان فرو بست و هنوز هم قبر سیبویه در شیراز هست. حکایت سیبویه از کجا شروع شد؟ سیبویه خب مثل هر دانشپژوه اون روزگار در مکتب درس میخوند پیش به اصطلاح حماد بن سلمه فقیه و اندیشمند اون شهر و حدیثی رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایشون خوندن یک جمله عربی یا یک متنی از متون ادب عربی یا قرآن کریم یا حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اشتباه خوندنش خیلی برمیخورد هم به اساتید و هم به شاگردان. یه روزی سیبویه داشت همین یک حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومده است که ما من احد من اصحابی الا من لو شئت لاخذت علیه. یعنی اگر من بخوام کسایی رو بازخواست کنم یا مواردی به اصطلاح ایرادایی روش داشته باشم از صحابه، همه صحابه یه نوع ایرادی من پیامبر میفرماید من میتونم یک ایرادی یه نقطه ضعفی در هر صحابه‌ای بگم، میدونم اینا رو، مگر یکی از این صحابه هست که من هیچ ایرادی روش نتونستم بگیرم یا نمیتونم بگیرم. اون هم که بود؟ صحابه جلیل القدر حضرت ابوالدرداء. این جمله از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منقول هست. حالا سیبویه بنا به دستور استاد داشت این حدیث رو میخوند. ایشون اینطور خوندن که ما من احد من اصحابی الا من لو شئت لاخذت علیه لیس ابوالدرداء، لیس ابوالدرداء. سیبویه اینطور خوندن. استاد گفت سیبویه کجایی؟ اشتباه خوندی، لحنت، اشتباه خوندی، با لحن خوندی، یعنی با اشتباه. چرا؟ سیبویه نگاه کرد که چرا اشتباه خوندم؟ لیس ابوالدرداء، ما میگیم که آقا لیس میاد روی جمله اسمیه، اسم رو مرفوع میکنه، خبر رو منصوب میکنه. خب اینجا هم لیس ابوالدرداء دیگه میشه. استاد گفت نه 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 سیبویه، این لیسه اون لیسه نیست. این لیسه به معنای مگر هست، الا، یعنی مگر همه، الا ابوالدرداء، مگر ابوالدرداء. اینجا باید بخونی لیس الا ابوالدرداء، اینجا استثناء هست. سیبویه دید من چطور نتونستم فرق لیسه اینجا به معنای فعل ناقص یا لیسه به معنای به اصطلاح استثناء رو من چطور تشخیص بدم؟ اینجا باید به معنا دقت میکردم. پس گفتن که استاد ببخشید اینطوری نمیشه، من امروز در این حدیث اشتباه خوندم، حالا فردا شاید در حدیثی باشه که توش، الان این حدیث زیاد مهم نیست که ما بگیم ابوالدرداء چیزی عوض نمیشه، اما یه حدیثی هست که در احکام هست، یک حدیثی هست که در عقاید هست، یه آیتی از قرآن کریم هست. اگر من اشتباه خوندم اون وقت چه کار کنم؟ نکنه که من اصلا آیه رو یا حدیث رو اشتباه بفهمم، استنتاجم اشتباه میشه. پس من میرم یک علمی رو یاد میگیرم که دوباره کسی نیاد بگه که ابو سیبویه اشتباه کرده.
خیلی آدم حساسی بود سیبویه و رفت بصره پیش علمای اون زمان. بصره و کوفه دو تا مرکز بزرگ علمی اون زمان بودن و دانشگاه‌های بصره و کوفه در رقابت شدید با هم و دو برنامه هر حال در مواردی به اصطلاح مقارن و در مواردی هم با هم اختلافات جذری داشتن در قضایای لغت که برمیگشت حالا در برخی موارد به لهجات و در برخی موارد به اون تعویل و تفسیر و بینشی که از زبان شناسی داشتن. خب سیبویه گفت پیش کی باید برم؟ بعد بزرگترین زبان شناس اون روزگار بود خلیل فراهیدی. خلیل فراهیدی این زبان شناس و صاحب قاموس و این لغت شناس، این شخصی بود که من باید برم پیشش درس بخونم. رفت پیش ایشون و پیش مثلا خلیل ابن احمد فراهیدی، همون کسی است که این نظام شعر و شاعری رو، قالب‌های شعری رو ایشون درست کرد. قالب‌های شعری که الان در عربی ساخته شد، بعدش در فارسی همون قالب‌ها مورد استفاده قرار گرفت، در زبان‌های مثل پشتو و اردو و غیره همین قالب‌های شعری بعد استفاده شد و شاعران تا روز قیامت مدیون این خلیل ابن احمد فراهیدی هستند. خب سیبویه رفت در محضر ایشون، در محضر اخفش اکبر، در محضر یونس ابن حبیب و ابی زید انصاری نشستند و زبان رو خیلی خیلی خوب، قواعد زبان رو یاد گرفتن و در همون ابتدای کار شروع کردن به اصطلاح نوشتن و اون چیزایی که می‌خواستن، در این حالی که به اصطلاح در حدیث و در علم قرائات و اینا دیگه ماهر شده بودن. تا اینی که خلیل ابن احمد وفات کرد. این عالم بزرگ وفات کرد. وقتی که وفات کرد هنوز سیبویه عمری ازش نگذشته بود، تقریباً 30 ساله بود که همه افرادی که اونجا بودند، علما و شاگردان، همه بر این اتفاق بودند که بر روی منصب خلیل ابن احمد کسی شایستگی این رو نداره که بشینه مگر سیبویه، این اندیشمند و این عالم برجسته جوان. و از اون روز دیگه سیبویه نامش شد در ستاره‌های، جزئی از ستاره‌های این سرزمین. سیبویه از قصه های زیبایی که ازش تعریف میکنن، یه روزی یک بنده خدایی وفات کرده بود. یکی پرسید که آقا من المتوفی، خب یعنی میخواست بگه که این کسی که وفات کرده کی هست، اما اشتباه گفت متوفی. متوفی هم که اسم فاعل هست. خب یعنی چه کسی این رو وفات داده؟ ایشون گفتند الله. اون بنده خدا هدفش بود که این کیه که مرده؟ خب وقتی گفت سیبویه گفت الله، همه زدن زیر خنده و نگاه کردن این جوونک هیچی حالیش نیست. یعنی چه؟ در حالی که اشتباه از اونا بود. باید میگفتن من المتوفا. خداوند متعال میفرماید الله یتوفی الانفس حین موتها. پس کسی که به مرگ دست اون هست، مرگ و زندگی خداست. شما پرسیدید که کی از اینو به میرونده یا سبب مرگ و وفاتش شده؟ خب خداست دیگه. خب سیبویه هم بلند شد از اونجا رفت، دیگه و اینا حالیشون نیست. و قصه های زیادی میارن در مورد سیبویه، حالا چقدرشون درست باشه چقدرشون نباشه زیاد مهم نیست، اما مهم اینجاست که بیانگر اون به اصطلاح ذوق و سلیقه بزرگ زبان شناسی هست که سیبویه داشتن. میگن که خب در اون زمان به اصطلاح یک رقابت شدیدی بود بین مدرسه بصره که سیبویه و خلیل و اخفشینا بودن و بین مدرسه کوفه که نامداران و بزرگانی مثل کسایی، امام کسایی که از نامای بزرگ هست در به اصطلاح زبان شناسی و در نحو و اینا، از مدرسه کوفه بودن. خب سیبویه هم خودش رو یک شخصیت بزرگ علمی میدونست و بود هم در واقع،
اومده بود در دربار هارون الرشید. اونجا یه دوستی داشت یحیای برمکی و گفت که من میخوام که به این کسایی بفهمونم که در زبان دیگه از ما اهل بصره کسی بهتر نیست، دانشگاه های بصره خیلی پرفروغتر هست. یحیی بهش گفت که سیبوی جان ببین هر چه باشه، حالا دانشگاه های شما خوب است، هر چه هست، دانشگاه های به اصطلاح کوفه هر چه هست و نیست، این چیزا کار ما سیاسی ها نیست. اما من میدونم که کسایی خیلی نزدیک به دربار و به اصطلاح پادشاه و به وزرا و اینا و از اساتید فرزندان اوناست، خودتو با ایشون نگیر، حالا بیا یک مناظره علمی میکنیم که خب علم رو به اصطلاح یه مقداری زنده میکنیم اینا. به هر حال اومدند و کسایی هم تنها که نبود، کسایی هم خیلی ها به اصطلاح از شاگردا و از افرادی که باش بودن اونها اومدن، مثل به اصطلاح الاحمر که مشهور بود، اونها اومدن و همراه کسایی و قبل از کسایی هشام ابن معاویه و محمد ابن سعدان و اینا قبل از کسایی اومدند و به اصطلاح سیبویه رو سوال پیچ کرده بودند. سوال هم در چه مواردی؟ در مواردی که بین مدرسه یا دانشگاه های کوفه و بصره توش اختلاف سلیقه‌ای یا اختلاف علمی هست. هرچی هم سیبویه جواب میداد میگم نه آقا اشتباه است، هر چیزی که جواب میداد میگفتن اشتباه است. تا اینی که کسایی اومد، کسایی هم که از بصره خبر داشت و از زبانشناسی و خلیل و همه این مدرسه بزرگ و دانشگاه اینا رو میشناس، اما به هر حال یک رقابتی بود دیگه. کسایی زرنگی کرده بود، رفته بود بعضی از عرب‌های بادیه نشین، عرب‌های بادیه نشین صاحبان اصلی زبان در واقع اونا هستن، برخی رو آورده بود که من مناظره میکنم با سیبویه، هر چی که من گفتم رو شما تایید کنید، اصل زبان مال ایناست. حالا زبانشناس چیکار میکنه؟ زبانو که زبانشناس درست نمیکنه، زبان از پیش هست، زبانشناس میاد این زبان رو خوب تحلیل میکنه و قواعد و اون به اصطلاح قالبی که این زبان توش ساخته شده رو کشف میکنه. بعدش دیگه میاد میدونه که به اصطلاح در اینجا چه باید گفت. اصل زبانیا در اصل به اصطلاح صاحبان زبان در همچنین مواردی چنین خواهند گفت. کسایی اومد یک مسئله رو مطرح کرد که در زبان شناسی یا در علم نحو و تاریخ علم نحو مشهور به قضیه زنبور. قضیه زنبور این بود که کسایی اومد گفت که سیبویه من یک سوالی ازت میکنم، حالا اگر تونستی جواب بدیم. یه جمله‌ای هست در عربی ما میگیم که قد كنت اظن ان العقرب اشد لسعة من الزنبور، من گمان میکردم که نیش عقرب از نیش زنبور شدیدتر و سخت‌تره. حالا ادامه جمله اینه فاذا هو هی او فاذا هو ایاها. مقداری قضیه معماگونه شده ها. این به هر حال زبانی هست که مثلا آقا من گمان میکردم، این جمله عربیش که من گمان میکردم که نیش عقرب از نیش زنبور سخت‌تره، حالا به این وقتی دیدم که بله خودشه، بله همینطوری که گفتم. خب حالا میگیم خودشه فاذا هو هی، خودشه، یا فاذا هو یا که دیدم که بله همینطوریه. سیبویه گفت که این در بنا به قالب زبان شناسی باید بگن فاذا هو هی. خب اینجا کسایی دیگه نمیخواست قبول کنه، باید شکستش بده دیگه. گفت نه اشتباه کردی آقا، باید بگی فاذا هو یا، بله اینطوریه، اینطوری بود. سیبویه گفت امکان نداره، این با سیستم زبان نمیخوره. گفت آقا همینطوری است دیگه، جر و بحث شد اینا. خب الان حکم چه هست؟ حکم صاحبان اصلی زبان، اونا باید داوری کنن. کسایی گفت که امیرالمومنین
یا پادشاه این عرب های بادنشین اومدن دم در هستن، اینا رو صدا بزنیم، اونا هرچی گفتن اینا داوری اونا. بعد دیگه کسایی هم به اصطلاح پیش قدم شد و به اونا فهمون که به اصطلاح من میگم فایزا سیبوی میگه فایزا هو هی و اما من میگم که فایزا هو یاها، کدوم درسته؟ اونا که نمیتونستن اصلا بگن فایزا هو یاها. زبان صاحبان اصلی زبان امکان نداره اشتباه بکنن، وقتی اشتباه بکنن معلوم میشه دیگه براشون. اونا گفتن بله همینی که شما میفرمایید. خب به این صورت دیگه به اصطلاح سیبوی شکست خورد. همه دیدن که بله صاحبان اصلی زبان میگن که اونطوری که کسایی میگه. سیبوی از اونجا بلند شد و رفت، گرچه که یحیی بن برمکی خواست که به اصطلاح این مسئله رو جمع کنه و هدیه خوبی هم به سیبوی، جایزه خوبی داد و اینا، اما سیبوی دید که نه، در زبان و برای علم و دانش برخی از افراد میرن چه کار میکنن؟ میرن دروغ میگن، میرن حیله میکنن، میرن حقه بازی میکنن. این براش خیلی گفتیم که خیلی انسان ظریف و طبعی بود که آقا ببین چه کار کردن اینو، این کار امکان نداره که عرب اینطور بگه، چطور این بادیه نشینان این رو قبول کردن؟ امکان نداره که اونطور اتفاق بیفته مگر اینی که این آقایون به اونا رشوه‌ای چیزی داده باشند یا اونا رو جوری به اصطلاح گول زده باشند. این دیگه ناراحت شد و بعدش همین باعث شد که به اصطلاح بیمار بشه از شدت غم و اندوه و بعدش هم رفت به اصطلاح شیراز و در همونجا وفات کرد. البته بعد از وفاتش این قصه تموم نشد. اخفش اوسط که از دوستای به اصطلاح سیبویه بود، ایشون اومدن به منطقه کسایی وقتی شنیدن که همچنین حاله همچنین مسئله پیش اومده و به اصطلاح اینطوری سیبویه رو سر کار گذاشتن، اومد و در یک جلسه ای که کسایی اونجا بود و شاگردانش بودن و اینا، کسایی رو سوال پیچ کرد. گفت آقا در این مسئله چه میگی؟ هر چه کسایی جواب میداد میگفت اشتباه کردی. یه صد مسئله این شاگردان کسایی که امام کسایی رو کسی بیاد بگه که اشتباه کردی، اشتباه آقا، همه چیز اشتباه، تو هیچی در نمیشه. نه، عصبانی شدن، خواستن بزننش. کسایی خیلی آدم زیرکی بود، دید که این سوالا و این شیوه برخورد ساده نیست، این کس باید یک انسان بسیار ماهری باشه. گفت که نکنه که تو اخفش اوسط باشی ها؟ گفت بله خودم هستم. بعد دیگه بلند شد، بغلش کشید، ازش تشکر کرد و اینا. بعد گفت یه چیزی، من میخوام کتاب سیبویه رو با تو بخونم. و کتاب سیبویه در نحو رو با کسایی خوند و یکی هدیه خوبی هم به کسایی داد. و این بود که به اصطلاح کسایی که این عالم برجسته بود و از مدرسه کوفه بود که خودشون رو به اصطلاح از مدرسه بصره بهتر میدونستند و عالمتر و شایسته تر، اینها هم حرف سیبویه رو قبول کردند و قبول داشتند و احترام داشتند، اما به هر حال یک نوع رقابت علمی در جریان بود. حالا این سیبویه ما کسی بود که به اصطلاح شاگردان بسیار برجسته رو تربیت کرد، با وجود اینی که در سن جوانی در 38 سالگی چشم از جهان فرو بست و نام بسیار نامینی رو برای شهر زیبای شیراز به جا گذاشت. سیبویه کسی هست که امام ذهبی در وصف ایشون میفرمایند که امام النحو حجت العرب، امام نحو است و برای عرب ها حجت هست. عرب اگر بدونه که زبانش رو داره درست نطق میکنه، درست میفهمه، باید بره پیش سیبویه، باید کتاب سیبویه رو بخونه. فارسی هست و از مدرسه بصره و از دانشگاه های بصره. امام مبرد میگه لم یعمل کتاب فی علم من العلوم مثل کتاب سیبویه. در هیچ علمی از علوم یک کتابی نیست که اون کتاب دیگه اول و آخر اون علم باشه مثل کتاب سیبویه در نحو که به اصطلاح مصدر نحو است. محمد ابن سلام میفرمایند که کان سیبویه النحوی غایت الخلق فی النحو و کتابه هو الامام فیه. در علم نحو، در قواعد زبان شناسی،
سیبویه امام بود و کتابش هم امام این به اصطلاح تخصص از زبان شناسی است. این بود سیبویه عزیز ما از شهر زیبای شیراز که در سال 180 هجری 796 میلادی در شیراز چشم از جهان فرو بست. روحش شاد و خداوند متعال ایشون رو مغفرت کنند که چه خدمت‌های بسیار ارزنده‌ای رو به زبان عربی و در واقع اهتمام دادن به زبان عربی در سرزمین ما به خاطر قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. و ما هم اگر بخوایم که حتی اگر بخوایم در زبان فارسی خودمون ادیب و دانشور بشیم، همونطور که مرحوم ده خدا میفرمودند، باید در عربی به اصطلاح خوب باشیم و عربی رو خوب بفهمیم. و سیبویه در این زمینه به اصطلاح زحمت‌های بسیار گرانقدری رو کشیدن که قابل ارج هست. تا دیدار دیگه و امامی دیگر از امامان سرزمین فارس، همه شما عزیزان رو به الله منان میسپارم و امید است که همه خانواده ها فرزندانشون رو بر این تربیت کنند تا سیبویه ها و علما و اندیشمندان ما داشته باشیم در آینده که مایه فخر سرزمینمون و مایه فخر تاریخ بشریت و جهان اسلام باشد.